من حتی اگر فقط و فقط خدا را قبول داشته باشم، اگر خدایی باشد باید این خدا عادل باشد. پدری تنها کاری که کرده اینه که در مثلا یک لحظه نزدیکی کرده و لذت هم برده، همه زحمتش توی این ای بوده. و بعد این مادر 9 ماه بارداری کرده، زحمات بارداری، ویار و مشکلاتی که برای زنها هست، بعد درد زایمان. فرض کنیم که این پدر هم هزینه‌ای برای این فرزند نداشته، مادر پول داشته یا کار کرده و هزینه این 9 ماه را هم داده. بعد از همه این بدبختی ها بچه متولد میشه، مادر نسبت به این بچه هیچ اختیاری نداره و پدر هر کار خاص میتونه بکنه، حتی جان بچه رو میتونه بگیره. من اگر خدایی همچه حکمی داشته باشه، هرگز به خدایی قبولش نمی کنم. و برای من همچه حرفی آنچنان نفرت انگیزه که اگر برام مسلم باشه که اسلام همچه حکمی داره، قطعا دست از اسلام برد خواهم داشت و دین خودم را تغییر خواهم داد. سر تا پاش افتضاحه، یعنی یه جنبه مثبت نداره این حکم. این آقایونی که مدعیه فقط لطف کنن بیان اینجا این سوالات من رو جواب بدن، بهشون همینجا عرض میکنم خیلی ادعا دارید، مرد باشید و بیاید اینجا بشینید و جواب بدید، چون هرچه درخواست ازتون کردم میدونید که خودتون میدونید که اینها حکم اسلامی نیست، ولی جرأتش ندارید بیاید. من این حرف را مستقیم میگم که اصلا میخوام این قسمت صحبتم منجی بشه و پخش بشه که ارزمینه میگه اولین باره که این جنایت صورت گرفته،